ماجرای امروز از اون دست داستاناییه که ما توی این کانال بهشون خیلی علاقه داریم. از اون دست اتفاقایی که همه میگن به این مکانی وارد نشید، اما باز همچنان کسایی هستن که میخوان شانس خودشون رو امتحان کنن و به هشدار بقیه گوش نمیدن. اما قبل از اینکه وارد داستان بشیم، اگه به اتفاقات ماورایی و اسرارآمیز که به صورت داستانوار روایت میشن علاقه‌مندین، پس جای درستی اومدید. ما توی این کانال ماجراهای عجیب از وقایع ناشناخته و غیرقابل توضیح رو براتون به سبک داستان روایت میکنیم. پس اگه محتوای این کانال مورد علاقتونه، میتونید کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید تا هر زمان که ویدیو جدیدی منتشر کردیم از اون با خبر بشید. لایک و کامنتاتون هم مثل همیشه به ما انگیزه بیشتر میده و ما رو به ادامه راهمون تشویق میکنه. خب بریم سراغ داستان امروز. دره مردان بی سر. در انتهای شمال غربی کانادا یه منطقه دور از دسترسی قرار داره به نام سرزمین‌های شمال غربی که خیلی جالب نامگذاری شده، چون یه بخش وسیع از زمینه که تقریباً هیچ کس توی اون زندگی نمی‌کنه. برای اینکه این نکته کاملاً جا بیفته و روشن بشه، به این فکر کنین که کشور آلمان حدود 83 میلیون نفر جمعیت داره. کمابیش سرزمین شمال غربی کانادا 4 برابر آلمان مساحت دارن که فقط 50,000 نفر جمعیت داره. علاوه بر اینکه این منطقه وسیع و عمدتاً خالی از سکنه است، سرزمین شمال غربی تقریباً به طور کامل وحشی و دست نخورده هستند. تصور کنین جنگل‌های انبوه، رشته کوه‌های عظیم، رودخانه‌ها و دریاچه‌های بزرگ و کل حیوانات مختص اون منطقه که به صورت گله‌ای زندگی می‌کنن و به ندرت با هیچ انسانی تا حالا روبرو شدن. حتی برای کسایی که تجربه زیادی توی دنیای وحش دارن، سرزمین‌های شمال غربی کانادا میتونه جای خیلی خطرناکی باشه و توی این مکان خطرناک یه بخشی وجود داره که از همه بیشتر خطرناکه و درست توی قلب سرزمین‌های شمال غربی کانادا قرار داره. این منطقه‌ای به مساحت 11,000 مایل مربع که کاملا وحشی و دست نخورده است به نام دره نهانی. در سال 1976 دره نهانی به پارک ملی تبدیل شد. اما اینکه یک کلمه پارک گذاشتن اول اسم اینجا گولتون نزنه. این پارک نه یه پارک خانوادگی که هر کسی بتونه بره اونجا، نه امکانات گردشگری داره، نه هتلی اونجا وجود داره، عملا هیچی اونجا وجود نداره و اصلا هیچ جاده‌ای به این پارک ختم نمیشه. تنها راهی که میتونید به این دره وارد بشید از طریق هواپیما، قایق یا پیاده‌روی دشوار و پرتنش توی مسیرهای بیابونیه. اما برای کسایی که تواناییشو دارن و مایل به انجام این کار هستن، این یه فرصتیه که ممکنه فقط یک بار توی زندگیشون تجربه کنن که یکی از زیباترین مکانهای کره زمین رو از نزدیک ببینن. چون همونطور که گفتیم این بخش از جهان تقریباً دست نخورده است و طبیعت به خالصترین شکل خودش وجود داره. اما با تمام این صحبت‌ها همچنان یه مشکلی وجود داره. گفته میشه که این دره تسخیر شده است. در طول 10,000 سال گذشته چندین قبیله بومی که سعی کردند توی دره نهانی سکونت کنن، همگی یا به طور ناگهانی ناپدید شدن، مثل قبیله ناها که ناگهان شبونه ناپدید شدن و فقط پناهگاه‌ها، غذا و وسایلشون رو باقی گذاشتن. انگار که تمام افراد قبیله بدون اینکه هیچ اثری از خودشون به جا بذارن توی هوا غیب شدن. هیچکس نمیدونه چی به سر اونا اومده.
یا اینکه یه سری از قبیله ها قبل از اینکه اتفاقی براشون بیفته از اونجا فرار کردن و ادعا کردن که توسط موجودات مرموزی که توی جنگل پنهان شدن مورد تعقیب قرار گرفتن، مثل شیاطین سفید و گرگای بزرگی که اونا رو واهیلا صدا می‌کردن. حالا البته این ممکنه فقط افسانه باشه که احتمالاً هم همینطوره، اما از اوایل قرن 20 اتفاقات بسیار عجیبی توی دره نهانی آغاز شد که هیچ ارتباطی با افسانه ها نداشت. این اتفاقا واقعا رخ دادن و متاسفانه بسیار وحشتناک بودن و تا امروز هنوز کسی نمیدونه که عامل اون اتفاقا چی بود. توی سال 1904 3 برادر به نامهای ویلی، فرانک و چارلی مکلئود که همه در سرزمین‌های شمال غربی زندگی می‌کردن، تصمیم گرفتن به جستجوی طلا توی دره نهانی برن. اونا فکر می‌کردن چون تعداد کمی از مردم وارد این دره شدن، اگه طلا توی اونجا باشه مسلماً هنوز پیدا نشده. بعد از یه سفر طولانی و دشوار با استفاده از سگ‌های سورتمه، قطار و قایق‌های دستساز، اونا در نهایت به دره نهانی وارد شدن و به رودخانه فلت یا رودخانه مسطح رسیدن که از دل دره نهانی عبور میکرد. اسم رودخانه فلت خیلی طنزآمیز انتخاب شده چون اصلا مسطح نیست و در بعضی از نقاط جریان‌های خیلی سریع و آبای خروشانی داره. خلاصه این 3 برادر توی قایق خودشون داشتن مسیرشون رو توی رودخانه فلت ادامه میدادن. یه جایی از مسیر اونا قایق رو به کنار رودخونه کشیدن و اردو زدن. وقتی اردوگاهشون آماده شد به پایین رودخونه رفتن و دستگاه‌های غربالگری طلا رو توی آب قرار دادن. دستگاه غربالگری طلا یک جعبه بلند و باریکه که معمولاً از چوب ساخته شده و در یک سمت اون علک قرار داره. بعدن کار اونو توی آب قرار میدن و خاک رو به داخل اون میریزن و امیدوارن که تیکه های طلا توی اون گیر کنه و خاک‌ها و آشغالای اضافی با جریان آب شسته بشن و برن. این 3 برادر شروع به کار کردن و خیلی طول نکشید که کلی خورده های طلا از توی خاک و ماسه های کف رودخونه کشیدن بیرون. دیگه راهشو یاد گرفته بودن، شروع کردن تمام روز و اون شب رو به جمع کردن تیکه های ریز طلا. صبح روز بعد دوباره همین کار رو تکرار کردن. وقتی که ظرفاشون پر از طلا شد، تصمیم گرفتن به خونه برگردن تا طلاها رو بفروشن و بعد دوباره به اونجا برگردن. اونا چادر، لوازم و طلاها رو بسته‌بندی کردن، همه چیزو توی قایقاشون گذاشتن و به سمت پایین رودخونه فلت راهی شدن. اما در ابتدای سفر قایق به دلیل شدت جریان‌های سریع واژگون شد و شکست. بیشتر لوازمشون از جمله تمام طلاهاشون غرق شد. 3 برادر از لحاظ روحی خیلی داغون شده بودن، اما با این حال زنده مونده بودن و تونستن بعضی از لوازمشون رو نجات بدن، از جمله یه تفنگ، بعضی از تیک‌های چوب و ابزارهای کارشون. بعد از اینکه به زحمت خودشونو به خشکی رسوندن و یه نفسی تازه کردن، تصمیم گرفتن به محل اولیه خودشون برگردن تا دوباره طلا جمع کنن. با استفاده از چوبای قبلی و بریدن درختای بیشتر یه قایق جدید ساختن و دوباره به بالای رودخونه راهی شدن. وقتی به محل اولیه خودشون رسیدن دوباره اردو زدن و جستجوی طلا رو از سر گرفتن. اما این بار هیچ طلایی پیدا نکردن. بعد از یه روز خیلی ناامید کننده و سخت تصمیم گرفتن روز بعد اونجا رو ترک کنن و برگردن به خونه. روز بعد اونا چادرها رو جمع کردن، دوباره سوار قایق جدیدشون شدن و موفق شدن از دره خارج بشن و به خونه برگردن. به محض بازگشت 2 برادر جوانتر ویلی و فرانک شروع به بحث در مورد برنامه‌هاشون برای بازگشت به دره نهانی و جستجوی بیشتر طلا کردن. اونا مطمئن بودن که با وجود بدشانسیشون طلا همچنان اونجا وجود داره. چارلی برادر بزرگتر از طلا که بعدش نمی اومد، اما بعد از اون حادثه‌ای که براشون توی رودخونه اتفاق افتاد و قایقشون از بین رفت خیلی احساس نگرانی میکرد. اون تصمیم گرفت نره، اگرچه به برادراش گفت که اونا مسئول زندگی خودشون هستن و اگه دلشون میخواد میتونن به اونجا برگردن. چند ماه بعد توی سال 1905
ویلی، فرانک و یک دوست به نام رابرت ویر که جایگزین چارلی شده بود دوباره به سمت دره نهانی راهی شدن. اونا هیچ کس رو در جریان قرار ندادن که چه مدت قرار غیبت داشته باشن. وقتی هیچ خبری از اونا در طی هفته‌های آینده نرسید، چارلی اولش نگران نشد. اون فکر میکرد که شاید اونا ثروتمند شدن و تصمیم گرفتن مدت بیشتری اونجا بمونن، شاید تا تابستون یا حتی سال بعدش. با گذشت زمان هفته‌ها تبدیل به ماه‌ها شد و سپس 1 سال کامل گذشت بدون اینکه هیچ خبری از 3 تا مرد برسه. هیچکس خبری از ویلی، فرانک یا رابرت نشنیده بود، اما با این حال چارلی همچنان معتقد بود که احتمالاً همه چیز اوکیه، چون اونا بالاخره 3 تا مرد بزرگ هستن، تجربه فوق‌العاده زیادی توی طبیعت دارن و طلا هم توی اونجا به وفور پیدا میشه. چارلی مطمئن بود که اونا همچنان در حال جمع‌آوری طلا هستن و به زودی در چند ماه آینده برمیگردن و همه چیز به خوبی و خوشی پیش میره. اما 1 سال کامل دیگه میگذره. اونا 2 ساله که اونجا هستن و هیچ کس خبری از اونا نداره. در این مرحله چارلی به خودش میگه که خب باید برم اونجا ببینم که اونا سالم هستن یا نه. چارلی میره 4 نفر دیگه از شهرشون رو جمع میکنه و یه تیم جستجو را میندازن تا به دره نهانی برگردن و برادرانش و رابرت ویر رو پیدا کنن. چارلی و گروه جستجوش بعد از یه سفر طولانی و دشوار دیگه در نهایت وارد دره نهانی و رودخانه فلت میشن. اونا شروع به حرکت به سمت بالای رودخانه فلت میکنن. این قطعاً یه سفر خیلی خطرناک بود تا از جریان‌های سریع و خروشان رودخانه عبور کنن و در تمام این مدت اونا به 2 طرف رودخانه نگاه میکردن و امیدوار بودن که یه نشونه‌ای از زندگی پیدا کنن. اونا به دنبال هر علامتی بودن که نشون بده این 3 تا مرد اونجا بودن و همه چیز خوبه، اما هیچ نشونه‌ای از اونا پیدا نمی‌کنن. در نهایت اونا به انتهای رودخانه فلت میرسن، یا بهتر بگیم به ابتدای رودخانه فلت، جایی که از یه رودخانه خیلی بزرگتر جدا میشد. زمانی که وارد رودخانه بزرگتر میشن، همچنان به دنبال نشونه‌ای از این 3 تا مرد در هر 2 طرف رودخانه میگشتن، اما همچنان هیچ نشونه‌ای نمیبینن. بعد رودخانه یه پیچ تند میزنه که به اون پیچ بزرگ میگن، یه پیچ 45 درجه‌ای، و به محض اینکه این پیچ رو میزنن وارد یه بخش 10 مایلی از رودخانه به نام دره دوم میشن. این رودخانه که حدود 350 مایل طول داره 4 تا دره داره که آب از اونا عبور میکنه. این دره عبارتن از دره 4م، دره 3م، دره دوم و دره اول. این درها واقعا بزرگن. دیواره صخره‌ای از هر 2 طرف این رودخانه تا نزدیک 1 کیلومتر بالاتر از آب بالا میرن و در بعضی نقاط آب به اندازه 1 کیلومتر عمق داره. دره دوم یه جورایی منحصر به فرده، چون دیواره‌های صخره‌ای اون به شدت عمودی هستن و از همون لبه آب شروع میشن، به طوری که میشه گفت کناره‌های رودخانه هیچ ساحلی نداره. بعد از وارد شدن به این بخش 10 مایلی شما عملاً در محاصره قرار میگیرید. 1 کیلومتر زیر پاتون آبه، صخره‌های عظیم از هر 2 طرف شما رو احاطه کردن و واقعا هیچ جایی برای رفتن وجود نداره. شما باید از این بخش رودخانه فقط عبور کنین تا بتونین به ساحل برسید و استراحت کنین. در امتداد این صخره‌ها دهانه‌های زیادی توی ارتفاعات بالا دیده میشن. دهانه‌هایی که ورودی هستن به سیستم‌های غاری عظیم تو دل این صخره‌ها. به خاطر دشواری‌های خیلی زیاد توی دسترسی به دره نهانی و رسیدن به این دهانه‌های غاری، هیچکس تا حالا وارد اونا نشده. ما نمیدونیم توی این غارات چه چیزی وجود داره، جز چند مورد که به اندازه پایین هستن که مردم میتونن واردشون بشن. وقتی که شما از دره دوم عبور میکنین، تقریبا احساس میکنین که تحت نظر هستین. این همه دهانه‌های غاری وجود داره و شما نمیتونین داخل اونا رو نگاه کنین و مجبورید این بخش 10 مایلی رودخانه رو بدون اینکه هیچ راهی برای فرار داشته باشین طی کنین. اگه چیزی باشه که داره شما رو تماشا میکنه از اون بالا،
هیچ کاری از دستتون بر نمیاد. همونطور که چارلی و گروه جستجوش وارد دره دوم شدن، هوا به طور قابل ملاحظه‌ای تاریک‌تر شد. این یکی دیگه از ویژگی‌های دره دوم، دیوارهای عظیم صخره‌ای مانع از ورود نور خورشید میشن. بنابراین وقتی وارد شدن هوا تاریک‌تر شد و باد شروع به وزیدن کرد، چون داخل دره خیلی بادخیزه. خلاصه که یه فضای عجیب و وهم‌آوری توی دره دوم حاکمه. مسافر ما از دو طرف به نوارای کوچیک ساحلی که به سختی برای کنارگیری قایقا مناسب بود نگاه می‌کردن و به دنبال هر نشونه‌ای از زندگی می‌گشتن، اما هیچ چیزی نمی‌دیدن. وقتی که اونا به سمت پایین این بخش 10 مایلی پیش می‌رفتن و به دره اول نزدیکتر می‌شدن، کناره‌های رودخونه کمی بزرگتر می‌شدن. در نهایت یه تیکه ساحلی رو پیدا کردن که قایق میتونست اونجا پهلو بگیره و چند تا درختم توی حاشیه رودخونه دیدن. سمت چپ درست قبل از خروج از دره دوم اونا یه چادری و لای درختا پیدا میکنن. گروه جستجو به سمت ساحل حرکت کرد و از قایق بیرون پریدن، اما به محض اینکه پاشون رو روی زمین گذاشتن و به چادر و اطراف اون نگاه کردن، متوجه شدن که یه بدن بیرون چادر افتاده. چارلی و گروه جستجو به سرعت به اونجا دویدن و به محض نزدیک شدن دیدن که این بدن سر نداره. لباسش سوخته و پاره شده بودن و شخصی که اینجا افتاده بود زمانی که مرده بود دست راست خودش رو دراز کرده بود. درست به سمت جایی که دست اون شخص بالا رفته بود یه تفنگ دیده میشد که به یه درخت تکیه داده شده بود. وقتی که به سمت پشت چادر که در واقع ورودی چادر بود رفتن، یه بدن دیگر رو پیدا کردن که به شدت تجزیه شده بود. این بدن نصفش داخل چادر بود و نصفش بیرون از اون قرار داشت و بخشی از اون با یه پتو پوشونده شده بود. وقتی پتو رو جابجا کردن دیدن که این بدن هم سر نداره. چارلی و گروه جستجو به گشتنشون در اطراف کمپ ادامه دادن و امیدوار بودن که سر این 2 نفر رو پیدا کنن که بتونن اونا رو در نهایت شناسایی کنن، اما هیچ وقت سرها رو پیدا نکردن. با این حال اونا یه چند تا از وسایل شخصی جسدها رو پیدا کردن، هم در داخل جیبای بدنها و هم در داخل چادر، که تایید میکرد اینا برادران چارلی بودن. اما در مورد مرد سوم، رابرت ویر، اون توی محل کمپ نبود. در واقع اون هیچ وقت به طور رسمی پیدا نشد. با این حال چند ماه بعد یه جای دیگه در امتداد رودخونه یه اسکلت نیمه کامل پیدا شد که به رابرت نسبت داده شد، هرچند هیچگاه به طور قطعی تعیین نشد که این جسد متعلق به اون باشه. چیز جالب دیگه‌ای که توی محل کمپ پیدا شد حکاکی روی درختی نزدیک به کمپ بود که نوشته بود ما یک معدن خوب پیدا کردیم، که نشون میداد برادران چارلی طلا پیدا کرده بودن. اما گروه جستجو هیچ طلایی اون اطراف پیدا نکردن، نه توی جیب لباس جسدا، نه در کمپ و نه در اطراف رودخانه، هیچی. چارلی و گروه جستجو دره رو ترک کردن و با پلیس و سوار نظام تماس گرفتن که اونا تحقیقات رو آغاز کردن. در نهایت مقامات به این نتیجه رسیدن که 2 برادر و رابرت از گرسنگی مردن و پس از مرگشون حیوونا اومدن بقایای اونا رو خوردن و پراکنده کردن، که توضیح میده چرا رابرت اونقدر دور از محل کمپ پیدا شد و چرا جمجمه‌های برادران مفقود بود. چارلی این توضیح نپذیرفت. اون قانع شده بود که اونا توسط قبایل بومی منطقه مورد حمله قرار گرفتن. اما پلیس این نظریه رو رد کرد و مرگ‌ها رو حادثه اعلام کرد. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. وقتی داستان 2 مرد سربریده در اخبار منتشر شد، مردم 2 دسته شدن. بعضی معتقد بودن که اسکلت نیمه کامل پیدا شده تو پایین دست رودخانه متعلق به رابرت ویر نیست،
که اون واقعا 2 برادر رو کشته، سر اونا رو بریده و با طلاهاشون فرار کرده. بقیه معتقد بودن که تمام این 3 مرد مورد حمله قرار گرفتن توسط یک نفر، گروهی از مردم، یه حیوان یا حتی یه چیز ناشناخته. نحوه قرار گرفتن بدنها نشون میداد که یه برخورد خشونت‌آمیز و ترسناک رخ داده. یکی از برادرها در حال کشیدن تفنگ بود. اون یکی به نظر میرسید قبل از مرگش از بستر خودش پریده بود. صرف نظر از نظریه ها، این داستان کلا مردم رو وحشت زده کرده بود. دره ناهانی به ویژه اون بخش از دره دوم که بدنها پیدا شده بود شهرت بدی پیدا کرد. این منطقه در نهایت به دره سرهای بریده تغییر نام داد. با اینکه در امتداد جنوبی رودخانه فلت فرصت‌های استخراج طلای قابل توجهی وجود داشت، افسانه دره سرهای بریده برای بیشتر مردم کافی بود تا از رفتن به اونجا صرف نظر کنند. تعداد کمی حاضر بودن ریسک کنن و به یه قربانی دیگه تبدیل بشن. 8 سال بعد توی سال 1913 یه جوینده طلا به نام مارتین یورگنسن تصمیم گرفت که داستان‌های مردان بی‌سر، ارواح یا قاتلان نمیتونن اونو از به دست آوردن طلا توی دره ناهانی منصرف کنن. مارتین به تنهایی یه سفر سخت و طولانی رو به دره شروع کرد. اون به سمت رودخانه فلت حرکت کرد و محلی رو حدود 70 مایل بالاتر از دره سرهای بریده بود پیدا کرد. اونجا یک کلبه تک اتاقی ساخت و تصمیم گرفت تا زمستون رو اونجا بگذرونه. برنامه این بود که مارتین یورگنسن تابستون آینده با شرکای خودش ملاقات کنه. به محض اینکه مارتین اونجا مستقر شد، دستگاه‌های غربال طلا و تمام وسایلش رو بپا کرد. ظاهراً اون مقدار زیادی طلا پیدا کرده بود، چون یه پیامی به شرکای خودش در خارج از دره ارسال کرد و گفت که به ثروت دست پیدا کرده. شرکای مارتین بی‌صبرانه منتظر بودن تا تابستون آینده بیاد و با اون دیدار کنن و ببینن چقدر طلا پیدا کرده، چون قصد داشتن با اون به دره برگردن. وقتی تابستون رسید، شرکای مارتین به محل تعیین شده توی همون نزدیکی دره رفتن، اما مارتین نیومد. اونا چند روز دیگه منتظر موندن، اما وقتی دیدن که همچنان خبری از مارتین نیست، تصمیم گرفتن وارد دره ناهانی بشن تا وضعیتش رو بررسی کنن. اونا به سمت رودخانه فلت حرکت کردن تا به منطقه‌ای که اون توی پیامش توضیح داده بود برسن. بالاخره اونا کلبه مارتین رو پیدا کردن، یا بهتر بگیم چیزی که از اون باقی مونده بود. کلبه به طور کامل سوخته بود و به خاکستر تبدیل شده بود. روی زمین در کنار ویرانه‌ها یه جسد سوخته و بی‌سر دیگه پیدا شد. این جسد متعلق به مارتین یورگنسن بود. پلیس تحقیقات دقیقی انجام داد، اما هیچ وقت نتونستن تعیین کنن که چه چیزی باعث مرگ اون شده. به طرز عجیبی اونا مرگ مارتین رو با مرگ برادران مکلئود مرتبط نکردن. علیرغم شباهت‌های خیلی واضح، سر همشون بریده شده بود و همه اونا توی همون منطقه کشته شده بودن. با وجود همه اینا، مقامات هیچ گونه ارتباطی رو قبول نداشتن و اصرار داشتن که مرگ مارتین یه حادثه جداگونه بوده. اونا نظریه دادن که اون به هر دلیلی مرده و حیوونا بخشی از بدنش رو بردن که توضیح میده چرا جمجمه‌اش پیدا نشد. طلاهایی که مارتین ادعا کرده بود پیدا کرده هم هیچ وقت پیدا نشدن، نه در کلبش، نه توی لباساش و نه هیچ جایی اون اطراف. وقتی خبر مرگ مارتین منتشر شد، مردم شوکه شدن. علیرغم اصرار پلیس مبنی بر اینکه مرگ اون با مرگ برادران مکلئود ارتباطی نداره، مردم باور نکردن. ارتباط 3 مرگ مشابه با سر بریده توی همون دره در مدت زمان کوتاه چیزی نبود که بشه به سادگی ازش گذشت. بسیاری به شدت معتقد شدن که یه قاتل یه جایی توی دره ناهانی کمین کرده. 7 سال بعد توی سال 1921 با وجود شایعاتی درباره قاتلی که هنوز آزاد و زنده توی دره ناهانی میگرده، یه جوینده طلا به نام جان اوبرایان و شریکش تصمیم گرفتن شانس خودشون رو امتحان کنن و به دنبال طلا در دره ناهانی برن. این 2 نفر به دره وارد شدن و در دره سرهای بریده اردو زدن، جایی نه چندان دور از مکانی که برادران مکلئود پیدا شده بودن.
بعد از چند روز جستجوی طلا وضعیت خوبی داشتن و کلی طلا پیدا کرده بودن. توی همین زمان یه روز جان به شریکش گفت که قصد داره بره و طلاهایی که اطراف رودخونه کار گذاشته بودن رو بررسی کنه و حدود 8 یا 9 روز دیگه برمیگرده. شریکش منتظر موند اما جان هیچ وقت برنگشت. چند روز دیگه گذشت و همچنان هیچ اثری از جان نبود. شریکش به دنبال یه جوینده طلای دیگه که توی همون منطقه کمپ کرده بود رفت و با هم به راه افتادن و در امتداد رودخونه به سمت بالا حرکت کردن. در نهایت اونا جان رو پیدا میکنن. جان بر اثر سرمازدگی جون خودش رو از دست داده بود. بدن جان به طرز عجیبی قرار گرفته بود. در مقابل بقایای یه آتیش کوچیک نشسته بود که انگار برای گرم کردن خودش و پختن غذا درست کرده بود. جسد جان نه خم شده بود و نه فرم عجیبی داشت. به نظر نمی رسید که حتی دردی کشیده باشه یا اصلا مبارزه‌ای واسه حفظ جونش کرده باشه. به نظر می رسید که اون به سادگی در حال لذت بردن از آتیش بوده که ناگهان منجمد شده. یه جعبه کبریت هنوز توی دستش بود. شاهدا بعدها گفتن که انگار جان توی یه لحظه منجمد شده بود. بدن اون هیچ علامتی از واکنش به سرما نداشت. انگار که حتی متوجه اتفاقی که افتاده بوده نشده بود. وقتی پلیس رسید شرایط عجیب مرگ اون رو متوجه شد، اما در نهایت مرگ رو ناشی از سرمازدگی دونستن. هیچ شواهدی از دخالت غیر طبیعی پیدا نکردن و پرونده رو بستن. 5 سال بعد در سال 1926 گروهی از شکارچی‌ها که یه زن جوان به نام انی لافرتی هم جزوشون بود در کنار رودخونه فلت در داخل دره سرهای بریده کمپ زده بودن. اون شب وقتی که اونا دور آتیش نشسته بودن داشتن میخندیدن و صحبت میکردن و بعد از چند ساعت رفتن به چادرشون تا بخوابن. صبح روز بعد وقتی همه بیدار شدن آنی ناپدید شده بود. هیچ نشونی از اینکه کجا رفته بود یا چه اتفاقی براش افتاده بود وجود نداشت. گروه اول شروع کردن صدا زدن و مناطق اطراف رو جستجو کردن. فکر می‌کردن که اون فقط از کنار آتیش دور شده. اما آنی رو هیچ کجا پیدا نکردن. گروه شکارچی‌ها باقی روز رو به جستجو گذروندن اما هیچ اثری از اون پیدا نشد. اونا در نهایت دره رو ترک کردن و ناپدید شدن اون رو به پلیس گزارش دادن. مقامات جستجوی گسترده‌ای رو راه اندازی کردن اما آنی هیچ وقت پیدا نشد. ماها بعد مردی به نام چارلی که در همون زمان در نزدیکی رودخونه فلت بود شنید که مردم درباره یه زن مفقود شده صحبت میکنن. اون آنی رو نمیشناخت اما وقتی متوجه شد که اون ناپدید شده احساس کرد که باید اون چیزی رو که دیده به پلیس بگه. یه شب وقتی که چارلی در کنار رودخونه کمپ زده بود و به خواب رفته بود با صدای سنگ‌هایی که به آب میافتادن بیدار میشه. توی تاریکی به سمت رودخونه نگاه میکنه، یه ناحیه‌ای که زیر نور کم ماه روشن شده بود اما چیزی ندید. دوباره صدای سنگ‌ها اومد، این بار از سمت چپش. به نظر میاد سنگ‌ها بزرگ نیستن، فقط سنگ‌های کوچیک تا متوسط، مثل سنگ‌هایی که یه نفر میتونه راحت برداره و پرت کنه تو آب. چارلی برای مدت طولانی تری به تاریکی خیره میشه و از میون درختای پراکنده یه زن نیمه برهنه‌ای رو میبینه که به سمت بالا توی کوه میدوید، حدود 200 متر دورتر. در حین بالا رفتن از تپه دستا و پاهاش سنگای کوچیک رو به داخل رودخونه مینداختن. اون دقیقاً داشت لبه یه صخره میدوید بالا. همینطور به دویدن ادامه میداد اما یهویی ایستاد و برگشت و چارلی تونست به وضوح صورتش رو ببینه. اون بعدها گفت که چهره اون زن ترسناک بود، انگار که تسخیر شده باشه. چیزی توی چهرهش عجیب بود و چارلی به طور غریزی برگشت و تصمیم گرفت به دنبال اون زن نره. گرچه میدونست که هر کسی که توی طبیعت وحشی نیمه برهنه بدوه احتمالاً محکوم به مرگه، اما چیزی توی این زن بود که میترسوندش و باعث شد احساس کنه نمیتونه به اون نزدیک بشه. پلیس گفته‌های چارلی رو جدی گرفت و از اون خواست تا تایید کنه که آیا زنی که اون دیده میتونه همون آنی باشه یا نه. بعد از مدتی تردید چارلی پذیرفت که زن با توصیفاتی که از چهره آنی میشد تطابق داره. 4 سال بعد توی سال 1931 یک جوینده طلای دیگه به نام فیل پاورز تصمیم گرفت شانس خودش رو توی دره سرهای بریده امتحان کنه.
اون مکانی رو در کنار رودخانه فلت پیدا کرد و یه کلبه ساخت. اما چند وقت بعد خودش وقتی که داخل کلبه بود سوخت و از بین رفت. اسکلت فیل بعدها به صورت دست نخورده پیدا شد. چیز عجیب در مورد مرگ فیل پاورز این بود که به نظر می رسید منبع آتش سوزی از روی سقف شروع شده بود و توی همچین شرایطی قاعدتا فیل باید فرصت کافی برای فرار از کلبه قبل از سوختن رو می داشت. این باعث شد تا نظریه‌ای به وجود بیاد که شاید اون قبل از شروع آتش سوزی مرده بوده. با این حال پلیس نتیجه گرفت که این یه حادثه بوده و اینکه احتمالاً دستکاری‌های فیل با لوله بخاری باعث شده آتش سوزی شروع بشه. اونا مدعی شدن که همه اینا فقط یه حادثه بزرگ بوده، اما بیشتر کسایی که مرگای عجیب توی منطقه رو پیگیری می‌کردن از این توضیح قانع نشدن. 5 سال بعد توی سال 1936 دو جوینده طلای دیگه به نام ویلیام اپلر و جوزف مالهولند وارد دره سرهای بریده شدن. مدت کوتاهی بعد از استقرارشون این دو نفر هم به طرز مرموزی ناپدید شدن. گروه جستجو کلبه اونا رو پیدا کرد که سوخته بود، اما هیچ نشانی از ویلیام و جوزف نبود. اونا هیچ وقت پیدا نشدن و هیچ کس هم نمیدونه چه چیزی باعث آتش سوزی شد. 9 سال بعد توی سال 1945 یه شخص دیگه به نام ارنست ساورت وارد دره سرهای بریده شد تا به دنبال طلا بگرده. وقتی اون برای قرار ملاقاتی که از پیش برنامه ریزی شده بود برنگشت، شرکا شروع به جستجو کردن. اونا بدن اون رو در کیسه خواب در کنار رودخانه فلت پیدا کردن. سر ارنست هم بریده شده. پلیس تحقیق کرد و مرگ اون رو یه حادثه دونست و گفت که اون بر اثر گرسنگی یا هایپوترمیا مرده و حیوانات باید سرش رو برده باشن. پلیس مرگ اون رو به بقیه سربریدن‌ها توی منطقه ارتباط نداد. یه سال بعد توی سال 1946 شخصی به نام جان پترسن در دره سرهای بریده ناپدید شد. گروه جستجویی وارد شد تا اونو پیدا کنه، اما هیچ نشونه‌ای از اون پیدا نشد. توی یکی از شب‌های آخر هنگامی که گروه جستجو در نزدیکی رودخانه فلت کمپ زده بودن، اعضای قبایل بومی به اونا در مورد اشکال سفیدی که توی دره پرسه می‌زدن هشدار دادن. اعضای قبیله به اونا گفتن که باید مراقب باشن چون این اشکال در نزدیکی رودخانه و جنگل بودن. گروه جستجو که از شایعاتی که در مورد اونجا شنیده بودن ترسیده بودن، شب رو در حالی گذروندن که صدای زوزه ها و ناله ها از اطرافشون می اومد. انگار یه چیزی عمدن سعی داشت اونا رو بترسونه. روز بعد رهبر گروه جستجو گفت که احساس میکرد تمام دره شومه و هیچ وقت صداهای ترسناک شب قبل از یادش نمیرن. از دهه 1940 به بعد حوادث عجیب توی دره نهانی کمتر شد، شاید به این دلیل که افراد کمتری وارد دره می شدن. اخیراً بخشای بزرگی از پارک از جمله مناطقی در نزدیکی دره سرهای بریده به طور دائمی بسته شدن. در حالی که مسئولین پارک ادعا میکنن که این اقدام برای حفاظت از منطقه است، بعضیا بر این باورن که این کار به منظور دور نگه داشتن مردم از هر چیزیه که اونجا پنهانه. با این حال در طول یک قرن گذشته 10 نفر یا ناپدید شدن یا به طور مرموزی توی این دره جان خودشون از دست دادن و حقیقت اینه که هیچ کس هنوز نمیدونه چرا. خب این قسمت هم همینجا تموم میشه. امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. منتظر کارهای بعدیمون باشید. به زودی دوباره میبینمتون. مثل همیشه مراقب خودتون و زیبایی هاتون هم باشید.